3 تا دوست الله تعالی بودن، میگه ای زمانی با 3 تا جذبه متفاوت. بعد یکی بهش گفت برو اینا رو امتحان کن. اینی که داره اونجا ذکر میکنه با شما امتحان نکنید، این فقط به خاطر اینی که شما تفهیم بشید بفهمید چیه. اون داره تو مسجد ذکر میکنه، برو یکی بزن پشت کمرش ببین چیکار میکنه. این رفت یکی زد پشت کمرش، اون برگشت یک خوابید زد تو گوشش. یا الله. رفت دومیه رو زد. تا دومیه رو زد این برگشت و خدمت شما بهش گفت که ببخشید ناراحتت کردم، چه خطایی از من سر زده، من ببخش. یا الله. من زدم او داره مزد. یکی سومیه رو زد، تا زد انگار نه انگار مرده از زنده است، اصلا صداش در راه من. بعد اومد گفت این 3 تا بزرگی که تو گفتی من رفتم این کارو کردم، اولیه اینطوری، دومی اینطوری، سومی. حالا بهت بگم توجیه اینا چیه. و اولیه که تو زدی او هم زد، به خاطر این بود اون گفت انتقام الله سخته، بذار خودم انتقام بگیرم که خدا از این انتقام نگیره. چون من دوست خودم، اگر خدا بخواد از این انتقام بگیره سخت. وحشی میگه وقتی جلوی پیامبر میاد پیامبر بهش میگفت نشین جلو، نه به خاطر کینه، نه به خاطر انتقام، چون میگفت اگر آثار خشم تو دل من بیاد، دل من برنجه، ممکنه عذاب الله بر این بیاد، برو پشتم بشین. این یک گرفتگی باطنیه، این انتقام نیست. خب نبی پاک اینو داشت. اون دومیه که تو بهش زدی اون برگشت که اون صفت لطف الهی براش غالب شده بود، صفت جمال الهی براش غالب شده بود. انقدر بنده های خدا رو دوست داشت که خودشو نمیدید تو این مسیر. سومی هم که تو زدی انقدر عشق الهی بهش غالب شده بود گفت تا این لحظه من برگردم از این سوال کنم تو کی، از کجا هستی، 3 بار میگم سبحان الله، الله اکبر، با الله عشق میکنم، زد رفت. اینا 3 حالت متفاوت تو دوستان خدا بود.